دادگاه رقم 2 نویه بیکانیر پایتخت قزاقستان روز 16 سپتامبر سال 2022 بر اساس پرونده غیرت سودبولدی جیان و در وقتش خیلی ثروتمند و پرنفوذ پرزیدنت سابق این کشور نورسلطان نظربایف شروع کرد. مرافعه نوبتی روز 20 سپتامبر دایر می شود. بنا به اطلاع رسانه‌های محلی، غیرت سودبولدی بر رسانیدن ضرر به مال و ملک با روی فریب و یا سوء استفاده از باوری و تصرف مال ملک به او باور کرده شده عیبدار می شود. خدمات مبارزه با کروپسیون از انجام تفتیش پرونده جیان نظربایف خبر داده بود که در جریان تفتیشات عیبدار شوندگان به دولت مبلغ‌های غیر قانونی تصرف کردهشان در حجم بیش از 240 میلیارد تنگه یا بیش از 500 میلیون دلار را برگردانیدند. همچنین گفته می شود که تفتیشات علاوه دست داشتن غیرت سودبولدی در جنایت‌های چون سرپیچی از پرداخت اندوز و بوج و خراج گمرکی و شستشوی درآمدهای غیر قانونی را تفتیش می‌کنند. غیرت سودبولدی در دوره پرزیدنتی امکش نورسلطان نظربایف به قطار بایترین ساکنان قزاقستان طبق فرضیه مجله فوربس قزاقستان شامل میشد. او ماه مارس بازداشت شد و اینک نیم سال باز در پس پنجره قرار دارد. سال 2021 رادیوی آزاتق در یک تحقیقات گزارش داده بود که طبق رئیستر مال و ملک کشور اروپایی لوکسمبورگ غیرت سودبولدی یگانه مؤسس شرکت افشوری سکایلند اینوستمنت به شمار می رود. سال 2016 باشد سودبولدی توسط شرکت دیگرش الاتاو کپیتال اینوست قریب 4% سهمیه های شرکت قزاق تلکام را خریده بود. نورسلطان نظربایف که حالا 82 سال دارد از سال 1989 تا 2019 در طول 30 سال بر قزاقستان کشور از لحاظ مساحت، حجم اقتصاد و ذخیره های طبیعیش از همه بزرگ آسیای مرکزی روبری کرد. سال 2019 او کرسی پرزیدنتی را رسما به قاسم جمعت توقایف سپرد، ولی از پس پرده به عنوان البسی و پیشوای ملت همچنان تقریبا تمام امور کلیدی دولت را در دست خود نگاه داشته بود و توقایف بیشتر نقش یک پرزیدنت نمایشی را اجرا میکرد. بعد اعتراضهای خونین ماه ینور سال 2022 نظربایف از دست دراز دخالت و نفوذ قبلیش بر امور دولتی کشور محروم گردید. همچنین در این اواخر بسیاری از طرفداران و یاران او و خویشاوندان نزدیک نظربایف منصب و مقامهای بلند و تجارتهای بزرگ خود را از دست دادند و برخی آنها حتی پس پنجره رفتند. ناظران امور این سلسله بازداشت و تعقیب نفران نزدیک نظربایف را علامت از دست رفتن دست دراز نفوذ او بر امور قزاقستان می شمارند. اخیراً مقامات قزاقستان اعلام کردند که به پایتخت این کشور نام قبلیش آستانه را برمیگردانند. پایتخت قزاقستان را سال 2019 به شرف نورسلطان نظربایف نورسلطان نام گذاشته بودند.